سلام علیکم برادران و خواهران عالی قدر و بینندگان گرامی. در شبکه یوتیوب ما در کامنتاری ها بسیار سوال ها هست که ما چگونه به اروپا سفر کنیم، یعنی به ولیک بریتانیا یا اینکه به دیگر دولت های اروپا. خب دوستان، سوال بسیار واضح و روشن است، سوال فهمو است. دوستان، در اینجا بسیار سوال ها می شود که چگونه ما به اروپا رویم و به کدام پسیالست و به کدام سفارتخانه ما مراجعت کنیم. خب دوستان، سفارتخانه یا اینکه پسیالست به شما یاردم کردن نمیتواند برای ویزا گرفتن. این معمای شما در آنجا حل نمی شود. برای به کار آمدن به دولت اروپا اول شما باید اگنست و یعنی شرکتی باوری رو یابید که برای شما جای کار خالی، یعنی دعوتنامه جای کار خالی به شما پیشنهاد کند. بعد از گرفتن دعوتنامه شما می توانید که به ویزا سنتر نوبت گیرید. به ویزا سنتر بعد از نوبت گرفتن در مهلت معین، در مهلت نشان داده شده می سپارید بیومتریسکی دانه. بعد بیومتریسکی دانه 2 هفته یا 3 هفته انتظار می شوید. بعد از وای جوابی بیومتریسکی دانه تون می گیرید. طریق پوچته است یا اینکه طریق الکترونی پوچته به شما خبر روان میکنن که به کجا میرود، یعنی شناسنامه شما. خب دوستان، نه تنها دولت های اروپا بلکه دیگر سمت ها، یعنی به کانادا، به کره جنوبی و دیگر دولت های مترقی جهان شهروندان ما رو قبول دارن. حتما برای این چیز حتما کوشش خود شما ضرور است. کوشش و تلاش خود شما اینجا ضرور می آید. خب دوستان، بسیار سمت های کار در اروپا زیاد هستند. از هر یک شما خواهش می نمایم که کورکورانه رفتار نکنید. عصبی کورکورانه رفتار نمودن بسیار شهروندان ما رو به قلابان می غلطن، یعنی به فریب، به دام فریبگران می افتن که $500 $1000 تا $1500 محترم پادپیسچکای ما رو، ابونتچای ما رو گرفتگی هستن، برگرداندگی نیستن. طریق واتساپ و تلگرام و دیگر شبکه ها. برای همین بسیار به تلگرام و اینستاگرام و چیزا باوری نکنید. در آنجا شما رو پرگلشن دادن نمیتواند. ویزا برای شما هیچ کس برعکس راست کردن نمیتواند. تنها اگنست یا شرکتی باوری میابید که شما رو به رو با او صحبت کنید. خب دوستان، این بود جواب به سوال های شما. اگر که سوال ها شدن یا اینکه یگان سخن ها رو به شما واضح و روشن فهماندن نتوانستم، حتما در کامنتاری ها نویسید، به شما جواب میگویم یا اینکه رولیک ویدیویی میسازم. باقی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.